اگر میخوای تمام گیاهان و درختان دارویی رو رایگان یاد بگیری، حتما منو فالو کن. من اهورام و رایگان بهت یاد میدم. میگن اگر کسی رایگان علمی رو به کسی یاد بده، بزرگترین نیکی ها رو انجام داده. پس منم بهت رایگان یاد میدم. این درخت بیده و این صمغ درخت بیده با نام شیره بید یا آسپرین طب سنتی. من نمیدونم چرا برخی از عزیزان دشمنی دارن با طب سنتی. همین الانش هم آسپرین رو از همین شیره و از پوست درخت بید به دست میارن. همین الانش هم داروهای شیمیایی، داروهای طب غربی از گیاهان و درختان دارویی به دست میاد. پس شما چطوری میگید طب علفی؟ بعضیا مسخره میکنن. اینا همه یکی هن عزیزان. ریشه تمام طب‌های جهان طب سنتی بوده و مادر طب‌ها هست. خب این کاراییش چی بوده در گذشته ها؟ همون حالت، همون کارایی مسکن، تبر، ضد التهاب، رقیق کننده خون، ضد لخته خون که الان داره ازش استفاده میشه، اون موقع هم برای همین موارد استفاده میشده. این عزیزان وقتی که در طب غربی در اروپا اینو ساختن، به قدری اینو خواصش رو زیاد میدونستن که اینو پزشکان برای هر بیماری تجویز میکردن و حتی پزشکان میگفتن که هر انسانی باید روزانه یه دونه قرص آسپرین مصرف کنه، که البته این رد شده عزیزان، به هیچ وجه سر از خود مصرف نکنید. این درخت رو امیدوارم ما از فهرست درختان بی ثمر درش بیاریم. این به نظر من جز درختان با ثمر هست و پوست، صمغ، شیرش، همه چیزش داروه و من بهش میگم درخت زندگی. شما هر اسمی رو که دوست دارید کامنت کنید واسش.